سلام دوستای قصه دوست. من آوا هستم، راوی دنیای قصه ها و کتاب ها. تو این کانال با هم میریم سراغ قصه های معروف، روایت های تازه و معرفی کتاب هایی که نمیشه ازشون گذشت. میخوام برات قصه ای بگم که نه یه افسانه است و نه یه خیال بافی شیرین. قصه دختریه که عاشق شد تمام قد و با تمام دل و یه روز فهمید که دل هر چقدر هم که صادق باشه گاهی گمراه میشه. این داستان بازآفرینی آزاد از رمان پرآوازه بامداد خماره نوشته فتانه حاجزه جوادی، کتابی که سالهاست دلها رو رزونده، اشک‌ها رو در آورده و وجدان خیلی ها رو بیدار کرده. اگه نخوندیش یه فرصت به دلت بده، چون این فقط یه رمان نیست، آینه خاموش یه نسل زنون است. این روایت از زبان من مهیندخت، دختر اون سال هاست. بشنو اگه آماده ای. من مهیندختم، دختر حاج آقا رفیعی، از بازاری های آبرومند تهران قدیم. مادرم زنی بود سختگیر، با نگاهی که همیشه دنبال خطاهای من میگشت. پدرم ساکت، سنگین، مهربان به سبک خودش. خونمون بزرگ بود، پر از فرش‌های دست بافت ولی سکوت. تو کوچه خاکی پشت درهای بسته زندگی می‌کردم. نه از جنس کوچه بود و نه از جنس خیابونای پر رفت و آمد. کتاب می‌خوندم، شعر می‌نوشتم، خیال می‌بافتم. همیشه فکر می‌کردم زندگی فقط تو قاب‌های طلاییه که مادرم بهم نشون میداد. تحصیل، ازدواج با پسر پولدار، خونه‌ای پر از خدمتکار. اما ته دلم همیشه یه چیزی کم بود. یه حس، یه صدا و یه معنا. اون حس اون روز پیدا شد وقتی از خونه خالم برمیگشتم. پسر نجاری سر کوچه نگام کرد، یه نگاه کوتاه اما عجیب. اسمش رحیم بود، پسر یه نجار، اهل کار و نه اهل حرف. اما توی چشماش یه صداقتی بود که هیچ وقت تو مهمونی های لوکس خانوادگی ندیده بودم. دیدارمون تکرار شد، گاهی توی کوچه، گاهی از پنجره مغازش. حرفی بینمون رد و بدل نشد، ولی دلهامون انگار همدیگر رو میشناختن. جرأتی گرفتم که از خودم نمیشناختم. دلم لرزید، دلم رفت و برای اولین بار به عشق فکر کردم و نه ازدواج. وقتی به مادرم گفتم دنیا به هم ریخت. پدرم سکوت کرد ولی چشماش پر از خشم بود. مادرم تحقیرم کرد. با یه نجار تو دختر حاج رفیعی هستی ها. اما من ایستادم. گفتم میخوام با دلم زندگی کنم. فکر میکردم عشق بالاترین طبقه است. فکر میکردم دل راه رو بهتر بلده. رحیم اومد خواستگاری، ساکت بود، ساده لباس پوشیده بود، اما توی نگاهش عزت نفس داشت. من هم گفتم بله و خانواده‌ام پشت به من کردن. خونم رو ترک کردم و با رحیم رفتم. با دلم رفتم. خونه رحیم کوچیک بود. بوی چوب میداد، بوی زندگی سخت. مادر شوهرم زنی تلخ زبان، دنیا دیده و بی محبت بود. به هم میگفت تو خانوم زاده ای؟ بلدی یه قابلمه غذا درست کنی؟ رحیم شبها دیر می اومد. خسته، ساکت. نه حرف و نه نوازش و نه شعر. من منتظر میموندم با لباس مرتب، عطری که دوست داشتم، اما انگار هیچ کدوم براش مهم نبود. کم کم احساس کردم دیده نمیشم، شنیده نمیشم، محو میشم. نه پول مهم بود و نه خونه. من فقط یه جمله میخواستم: خوشحالم که با منی. ولی اون حتی بلد نبود این رو بگه. نه از بی محبتی، از نابلدی. زندگیمون بی کلام گذشت.
دلم برای حرف زدن تنگ شد، برای فهمیده شدن و برای دیده شدن. با دنیا قهر کرده بودم. حتی به خونه پدرم هم نمی رفتم. غرورم نمیذاش برگردم، حتی برای دیدن خواهرام. تنها پناهم کتاب بود، شعر، تا اینکه باردار شدم. هلن شد نور چشمم. به خاطر اون دوباره نفس کشیدم. اما رحیم همون مرد ساکت باقی موند. پدر شد اما شوهر نشد. وقتی هلن بزرگتر شد و گفت عاشق شده، بغض کردم. خواستم نذارم اما نمیتونستم. بدون اینکه داستان خودم رو بگم نمیتونستم مانع عشقش بشم. اون شب نشستم روبروش و گفتم میخوام برات قصه ای بگم. قصه یه زن و یه دختر که به دلش گوش داد و یه عمر دنبال خودش گشت. با گریه به هم گوش داد. من براش از روزای شور گفتم، از شبهای سکوت، از اشکایی که بی صدا ریختم، از دلی که آروم آروم پیر شد. گفتم دخترم، عشق مقدسه اما کافی نیست. شعله عشق اگه توی خونه سرد بیفته خاموش میشه. دل اگه بی پناه بمونه میمیره. گفتم اگه مردی که عاشقشی نتونه باهات حرف بزنه و نتونه بغلت کنه وقتی میلرزی و نتونه اشکاتو بفهمه، هر چقدر هم که خوب باشه تو تنها میمونی. هلن بغضم رو فهمید. اشکاش ریخت، منو بوسید و گفت ممنونم که به هم گفتی. من بیشتر فکر میکنم. اون شب بعد از سالها خوابم برد. اما بازم سبک نبودم. یک بامداد دیگر بود، یک بامداد خمار. قصه من تموم شد، اما شاید قصه خیلیا شروع شده باشه. اگه هنوز بامداد خمار رو نخوندی بخونش، شاید صدای خودت رو لای صدر خوش پیدا کنی. این قصه‌مون متفاوت از داستان معروف بامداد خماره. کلی تغییرات داره اما حال و هوای جدیدی به داستان داده، طوری که هم آشناست و هم غافلگیر کننده. پس با من در ویدیوهای بعدی همراه باشید.